ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس ماه آگوست سال 2023 به اوکراین فرار کرد. اوکراین به او $500,000 و با نام دیگری شناسنامه داد. در اسپانیا پنهان زندگی داشت. ماه گذشته جسدش را با آثار چند تیر در گراژ مکان زیستش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، ولی رهبر خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می‌دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوس روسیه نامیده از اروپا خارج کردند. اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند. رسانه های روسیه ماه گذشته نوار صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن موشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین را صحبت می کردند. کیف هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه در معرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپایی را تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است که اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. آنها برای عملیات‌های جاسوسیشان در اروپا میلیاردها دلار سرمایه گذاری می‌کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات‌ها، فعال کردن گروه‌های تندرو و اقلیت‌ها، برای گروه‌های دینی میلیاردها دلار سرمایه گذاری می‌کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند. کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روسا گروه‌های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای اهداف خود استفاده می‌کنند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران به جاسوسی به منفعت روسیه ادامه دارد.